به خاطر پروتئین زودجذب و سبکی که داره برای یک وعده قبل یا بعد ورزش یا یه روز شلوغ کاری حرف نداره. سلام به همه دوستان اهل سلامتی. امروز میخوایم یه غذای فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنیم که خیلی هم ساده و سبکه. خوراک سیب زمینی با پنیر لیقوان و گردو. این غذا علاوه بر این که میتونید به عنوان یه پیش غذا توی مهمونیاتون سرو کنید، میتونید به عنوان یه شام سبک و راحت هم برای خودتون استفاده کنید. سیب زمینی به خاطر ویتامین C و پتاسیمی که داره باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و تنظیم فشار خون میشه. فیبر بالاش هم باعث میشه که احساس سیری طولانی مدت داشته باشین و یک انرژی پایدار برای یک فعالیت روزانه شدید داشته باشین. پنیر لیقوان به خاطر پروتئین زودجذب و سبکی که داره باعث عضله سازی و ترمیم بدن میشه. از طرفی کلسیم و فسفرش هم باعث تقویت استخوان‌ها و دندون میشه. نگم از طعم خوش و عطر خوبش. گردو به خاطر امگا 3 طبیعی که داره باعث بهبود عملکرد قلب و مغز میشه. آنتی اکسیدانش هم باعث جلوگیری از پیری زودرس میشه. منیزیم هم که باعث کاهش استرس و بهبود کیفیت خواب میشه. روغن زیتون به خاطر چربی‌های مفیدی که داره باعث میشه که کمک کنه به بهبود سلامت قلب. از اون ور خاصیت ضد التهابیش باعث کاهش درد مفاصل میشه. طعم و عطرش هم که به هر غذایی یه طعم فوق‌العاده میده. نعنا که باعث کاهش نفخ و بهبود سوء هاضمه میشه. چرا شما طرفدار این غذا میشین؟ چون خیلی سریع و ساده زیر 30 دقیقه آماده میشه. میتونید اونو هم سرد سرو کنید هم گرم و از طرفی هم برای یک وعده قبل یا بعد ورزش یا یه روز شلوغ کاری حرف نداره. بریم برای طبخ غذا. مواد لازم: سیب زمینی، گردو، پنیر لیقوان. اول از همه سیب زمینیامون رو آب پز میکنیم. بعد از اینکه کاملا پخته شد پوستشون میکنیم و بعد نیازه که رندشون کنیم. بعد از اینکه کاملا رندشون کردیم یه ظرف مناسب انتخاب میکنیم و سیب زمینیامون رو داخل ظرف میریزیم. حالا نوبت میرسه به بقیه موادمون. گردومون رو اضافه میکنیم. یه مقداری روغن زیتون برای طعمدار کردن خوراکمون اضافه میکنیم و بعد پنیرامون رو رنده میکنیم. یکم پونه کوهی و یه مقدار نعنا نیاز به خوراکمون اضافه کنیم که خوش عطرتر بشه و بعد هم مواد رو کاملا با هم مخلوط کنیم. یادتون باشه به خاطر نمکی که پنیر لیقوان داره ما نمک به خوراکمون اضافه نکردیم، پس انقدر باید هم بزنیم که شوری پنیر لیقوان به تمام خوراکمون برسه. بله، خوراک ما آماده است. به به، عجب خوراک مقوی. نوش جان همگی.